در تاجیکستان برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری جنایی مقرر می شود. روز 2 اپریل وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانون به کدکس جنایتی و حقوق ویرانکنی مأموری را قبول کردند که موافق آن اشخاص ویران کننده قاعده های استفاده برق می توانند به پرداخت جریمه از 27,000 تا 90,000 سامانی و یا محرومیت از آزادی از 3 تا 10 سال محکوم شوند. بسیاری از ساکنان تاجیکستان از این قانون نو ناراضی‌اند. آنها میگویند که در کشور جایهای کاری کمند و سطح زندگی پست است، بنابراین نه همه امکان پرداخت سری وقتی پول برق را دارند. اكو جنایتی چه جنایت هوای آدم اگر داشتگی باشد و هیچ وقت خودش جنایت با نمیزند که هم خیلی می زنش ندارد که ویم فهمیدن در راه زندگی هم خیلی کار نیست. از این رو این قانون آنها را به تشویش آورده است. بعضی شهروندان بر آن نظرند که دزدی اساسی برق را نه مردم بلکه کارخانه های خرد و کلان انجام میدهند. رای نقلیات برق در بر استولبه همون صبح زدگی یگون خلقت دزدی کار نمی‌کنه. یک کارخانه بسیار میشه. یک کارخانه‌ای کمرسکی میشه. مغازین ها، آشخانه ها. وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 5 اپریل با نشر خبر گفت که هدف قانون نو پرزور کردن جوابگری شخصان واقعی منصبدار و حقوقی برای استفاده غیر قانونی نیروی برق می باشد. تغییرات را وزارت عدلیه تهیه کرده است و آنها را وزیر مظفر اشوریان در نزد وکیلان معرفی نموده است. موافق طرح پیشنهاد شده به کدکس جنایتی ماده 9 الوه می گردد که 3 قسم را در بر می گیرد و استفاده نادرست یا غیر قانونی برق را جنایت حساب می کند.